ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو که نامه کنم باز. السلام علیکم با آدمای خیرخواه، سلام علیکم با کانال اکای بابا جان 88 و من میندارم از اکای بابا جان که با ما باوری کردن که ما رو به نزد همین دو درکمون معیوب هستن، درمند هستن، روان کردن. من خودم همتون میشناسین، من آسیای درمند هستم و امروز به درخواست همین خانواده‌ای که شرایطشون نمیرسند آمده ایم. به خواهش همین اپا این دو درک که ما در سرش اپخل ماسک دارد، باید جراحی کردنش در کره، شرایطشون نمیرسد. با هم اپیلپسی دارد که تست شخ می شود، ایهوش می رود. خیلی خلاصه بسیار بیماری ها دارد. سال 2018 ایرا جراحی کردم، باید باز یک بار دیگر جراحی کنن. همه آخرای ماه باید بر مسکو رفته جراحی کنن، یعنی که همون جراحی در مسکو می شود، همون اپاراتی که باید ایرا جراحی کنن در همون مسکو بوده. به همین خاطر از ما خواهش کردن و از کانال اکای بابا جان 88 خواهش کردن که امین نوار گرفته، مقصد آدمای خیرخواه، آدمایی که میتوانند به همین خانواده کمک کنن. این بیچاره شرایطشون نمیرسد، به حد حالشون بد است. از ما خواهش کردن اینا با سخنه به این دو درک عزیزمون میتیم، بعدا با سخنه دوام میتیم. السلام علیکم برادرای خیرخواه کانال بابا جان 88. من یک معیوب هستم که در سالم اپخل است. سال 2018 من یک اپخل را در شهر مسکو جراحی کردم. باز باشد اپخل سبزیده است، چشمان هم را کرو کردگی است، یک پرای چپم پرالیچ است و اپیلپسی تیز میخوابه و بیرون برآمدن نمیتوانم، چون که میترسم که در راه شوخ شده نیفتم. از شما خواهش میکنم که دست کمک خود را به من رسانه. من باز به شهر مسکو با جراحی میروم، باز در آنجا که بابا جان را میبینم. بله، چه خیلی که قید کردن. بله، اینها نمیتوانند، مقصد چشمانشون هم خیره هسته، چشمانشون نمیبیند، بعدا یک پرهشون هم پرالیچ هست. نما دکومنت هایی که از ما به شما نشون میتیم، این همون دکومنت های همین دو درک عزیزمون هست که به کمک ما و شما نیاز دارد. این همین دکومنت های همه حالی من نوار با صورت گرفته میمونم. اینش باشد ویش است، چی میگویم، رنگینو که خیلی بسیار آدم ها باوری نمیکنن. به همین خاطر ما میتونیم که کمی هم باشد به شما نشون تیم که همین ویای همین دو درک از برای الله خواهش میکنیم که کمک خود را به همین خانواده رسانید. برادران عزیز، به طرف نباشید. همین کارتایی که میبینید دوشنبه سیتی است به نام همین دو درک و برقمای همین دو درک. باز در غریبی یک امکش است که کارتای او رو میگذاریم زیبر بانک روسیه. به خاطر همین میمونه، به خاطری که مبلغ جمع شود و همین رو جراحی کنند. جراحی $30,000 گفتگی هستند. به همین خاطر کسانی که میتونند به خاطر همین در زیبر بانک امکش گذارونند، کسانی که میتونند در دوشنبه سیتی خودش گذارونند. از برای الله کسانی که نمیتوانید در حقش دعاگو باشین. ما خیلی شاد هستیم که شما با این برادران خیرخواه، برادران دست به خیر هست که ما رو دستگیری میکنید. ما یک سببگار هستیم، شما به سبب ما این خیلی آدم رو میبینید و کمک خود رو میرسانید. ما در این چیز خیلی شاد میشویم و منتداری خودم رو به اکای بابا جان میرسانم که به من باوری کردن و ما به نزد همین دو درک آمدیم و نوار گرفتین. خودتون همتون میدونین که من کی هستم. من یک خواهرک معیوب هستم که همین خیلی آدم را میخواهم دستگیری کنم. تشکر زیاد از همه شما برای دستگیریتون، برای غمخوریتون. کسانی که باز هم میگم تکرار به تکرار نمیتونه در حق همه خیلی بیمارها دعا کنید و از شما خواهش میکنیم بیهوده و بهوده گپ نزنید، برای که درد را نمیدونید که درد چی است، سوزش چی است. کسی که درد دارد، سوزش دارد میدوند. اگر بسیار سخن گفته باشم معذرت میخواهم. این بود نوار امروزه ما. خیر تا ویدیو آینده، خداوند یار و مددگار شما باشد.